ما باید مثل باران باشیم، قطره باران. مسلمان مثل باران باید باشه. وقتی میباره این قطره باران بر سقف مسجد میباره، بر سقف کلیسا میباره، بر سقف مسجد میباره، بر سقف کاباره میباره، بر سقف عابد میباره و زاهد و عالم میباره، بر سقف فقیر و مسکین میباره، بر سقف حاکم میباره، بر سقف رعیت میباره. رحمتاً للعالمین باشید. مثل باران امروز حال و هوای منطقه عوض شد. اون باران رحمت درون ما رو داره سیراب میکنه. مست تو هم از جرعه و جام آزادم، مرغ تو هم از دانه و دام آزادم. خدایا باران رحمت معنوی درون ما رو شستشو بده، درون ما رو شاداب بگردان، درون ما رو پاک بگردان، افکار ما رو پاک بگردان، نیت‌های ما رو پاک بگردان.